سلام. خب دفعه قبل ما گفتیم که هفته پیش ما گفتیم که نه اگه راستش واقعا همین 2 دقیقه حالا دفعه قبل جلسه قبل ما درباره تفکر مثبت و قانون جذب حرف زدیم و گفتیم که اینا چرت و پرته که شما فکر میکنین ارتعاشاتتون میره نمیدونم توی فضا، اورانوس و مشتری دست به دست هم میدن و برای شما مثلا پول میفرستن و اینا. حالا بعد حالا اینو میخوام بگم، شاید ما نمیدونیم، مسئله اینه نمیدونیم، شاید واقعا وقتی ما فکر میکنیم ارتعاشاتی بره، یه کارهای ماورایی انجام بشه، یه اتفاقایی بیفته و همه ما یه چیزای ماورایی رو شاید تجربه کرده باشیم، مثلا تلپاتی یا مثلا یه فکری کردیم اتفاق افتاده، یه خوابی دیدیم شده. آره که اصلا خیلی عجیبه. برای همین شاید چیزهایی باشه که ما از نظر علمی نمیفهمیم ولی نمیدونیم. و حالا این یه چیزی هست اصطلاح به اسم ساینتیسیزم، علم زدگی، که ما هر چیزی رو که با علم نتونیم ثابت کنیم میگیم که امکان نداره. ولی خب مثلا دقت کن، مثلا فرض کن من تو این لیوان آب داشته باشم و به تو میگم این چیه، تو میگی چی؟ فرض کن حالا آبه توش. هفته پیش که بود آب. نه ولی بله آب نه. خب من میگم که آب نیست، مثلا آب قنده. بعد تو بگی که نه من دارم آب میبینم. چرا؟ چون تو نمیتونی بسنجی توشو ببینی که این یه ماده دیگه توشه. بعد با زبونت اینو بسنجی که مزهشو ببینی. نمیدونم این مثال خیلی ربط داره یا نه، ولی منظورم اینه که علت این که بعضی وقتا ما یه سری چیزا رو قبول نداریم اینه که ابزار سنجیدنشو نداریم و اینکه نمیتونی کنترلش کنی. یعنی مثلا چجوری میخوای کنترل کنی این قانونه؟ مثلا میدونی آدم میگه اگه من بخوام هفته دیگه چه میدونم با سرعت 12 بدوم رو تردمیل، باید اول مثلا با 5 شروع کنم، بعد 6 بدوم، بعد 7. یه کنترلی داری رو اون قضیه دیگه. ولی خب این هیچ کنترل بر فرضم که این چیزا وجود دارن، یعنی بر فرضم که مثلا وقتی نمیتونی کنترل کنی نمیتونی هم روش حساب کنی و نمیتونی هم روش برنامه‌ریزی کنی دیگه. یعنی گیریم واقعا چه این چیزی هم باشه، زمانی فرض کن ابزارش هم پیدا کنیم که توسط اون ابزار بتونیم بسنجیم ببینیم آره ارتعاشاتی میره و اورانوس مشتری اکچولی با هم حرف میزنن برای شما پول میفرستن. ولی به قول شما حالا میخوای چیکار کنی؟ چرا از کجا میدونی که میخوان بفرستن پولو مثلا؟ آره. و حالا این هم اصطلاح علم زدگی در ورسس علم گراییه. علم گرایی یعنی که آره خب ما هر چیزی علمی نباشه رو قبول نمی‌کنیم، ولی دیگه نه اینکه دیگه هر چیزی رو با علم نشه ثابت کرد بگیم امکان نداره. شاید ما هنوز زمانی مثلا بود میگفتن آقا خورشید چه میدونم دور زمین میگرده، چون ابزارشو نداشتن که بتونن تشخیص بدن. اون موقع علم اون بود. پس حواستون باشه که علم زده هم نباشیم بگیم که هیچ چون من چیزی رو نمیبینم نیست. بله ممکنه این تفکرات ما کارهای ماورایی بکنه، ولی so what؟ یعنی حالا چیکار کنیم باش؟ به قول شما مثلا کنترلی داریم روش، نمیتونیم تغییر بدیم. منظور اینه که بله شما فکر مثبت رو بکن و از طریق‌های خیلی بیشتر زیادی این فکر مثبت شما رو کمک میکنه. حالا ارتعاش هم برای شما میاره چه بهتر، نیارم بازم کمکتون میکنه بدون ارتعاش انجام. بله. خداحافظ.